بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اما قریش باشد از کینه و عداوت دور نبودند و برای کشته شدگانشان رنج میکشیدند، حتی که گریه را برای خود منع کرده بودند تا اینکه دردشان زیاد شود و حس دشمنی در قلب آنها کم نگردد. شخصانی که آنها را بیشتر تشویق میکردند این اکرمه ابن ابو جهل، صفوان ابن امیه، ابو سفیان ابن حرب و دیگری از مشرکان بودند که برای قصاص گرفتن مردم را تشویق میکردند. حتی آن قافله که پیش از جنگ بدر با سرداری ابو سفیان نجات یافته بود، آن را هم برای آمادگی جنگ نوبتی خرج کردند. آن قافله از 1000 اشتر و 5000 دینار عبارت بود. این همه را برای آمادگی لشکر صرف کردند تا اینکه در مقابل محمد و اصحابش بایستند. خداوند درباره آنها چنین فرمود: به درستی که کافران اموال خود را خرج کنند تا مردم را از راه خدا باز دارند، پس زود باشد که آن را خرج کنند. سپس آن خرج کردن برای آنها پشیمانی باشد، سپس مغلوب شوند و کافران به سوی دوزخ حشر شوند. مشرکان مکه شاعرانشان را به قبیله های گرد و اطراف روان کردند تا اینکه مردم را برای جنگ تشویق کنند و همه یک جا شده قصاص خود را از محمد و اصحابش بگیرند. در آن زمانها شاعران نقش اساسی را بازی می کردند. خلاصه در مکه حدود 3000 جنگجوی جمع شد. همه آنها جنگ با پیامبر صلی الله علیه و سلم و اصحابش را می خواستند. کینه و بدبینی دلهای آنها را پر کرده بود. 3000 اشتر، 200 اسب سوار و 700 سپر آماده گشت. همه این آمادگی برای چی بود؟ برای جنگ بر ضد کی؟ بر ضد سرور عالم، بهترین مخلوقات، پیشوای مسلمانان، محمد عربی صلی الله علیه و سلم و اصحابش. سپس این لشکر بزرگ که سردارش ابو سفیان ابن حرب بود به راه برآمد. آیا مسلمانان را از آمدن آنها کسی آگاه کرد؟ البته. آنها را عمک پیامبر صلی الله علیه و سلم عباس رضی الله عنه خبردار کرد. او اسلامش را مخفی نگاه می داشت. در مکه بود و پنهانی مکتوب نوشته به مدینه فرستاد. آن شخصی که مکتوب را می برد به مدینه رسید. پیامبر صلی الله علیه و سلم را در مسجد قبا یافت و آن مکتوب را به او داد. سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم بعضی اصحابش را جمع کرده آنها را از این خبر آگاه کرد. در این حال مدینه را یک حالت اضطراری فرا گرفت. یک گروه آمده از پیامبر صلی الله علیه و سلم هر شب محافظت می‌کردند. میان آنها سعد ابن عباده، سعد ابن معاذ و دیگری از صحابگان بودند که هر شب آمده پیامبر صلی الله علیه و سلم را محافظت می‌کردند. این چنین گروه برآمده در اطراف مدینه گشت و گذار می‌کرد تا خبر لشکر قریش را بیارد. تمامی اهل مدینه آمادگی می‌دیدند، حتی با سلاح‌هایشان خواب می‌رفتند. لشکر مکه باشد آهسته آهسته به مدینه نزدیک می‌شد تا اینکه به منطقه با نام ابوا رسید، جایی که مادر پیامبر صلی الله علیه و سلم آمینه وفات کرده بود. وقتا که هند همسر ابو سفیان دختر عتبه از این خبر آگاه شد، خواست که قبر مادر پیامبر صلی الله علیه و سلم را بکابد، ولی سرداران قریش او را از این کار باز داشتند تا اینکه این کار عادت در بین مردم عرب نگردد. لشکر مکه آمدند تا اینکه به کوه احد رسیدند و آنجا خیمه زدند. این خبر به پیامبر صلی الله علیه و سلم رسید. پیامبر صلی الله علیه و سلم یک مجلس برای مشورت کردن آراست. بعضی اصحاب را جمع کرد، مشورت کرد و آنها گفت: من خواب دیدم که گاوی کشته می شود و سوراخی در شمشیرم دیدم و دیدم که من دستم را در سپر محکمی می اندازم. اصحاب گفتند: چی تعویل می کنید این را ای رسول خدا؟ گفت: گاوی که کشته می شود کسانی از اصحابم هستند، اما آن سوراخی در شمشیرم بوده یکی از اهل بیتم هست که به او مصیبت می رسد. اصحاب گفتند: سپر محکم چی؟ گفت: آن مدینه است.
یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم به آنها اشاره کرد تا از مدینه خارج نشوند، آنجا بمانند و با آنها بجنگند. اما آنهایی که در جنگ بدر اشتراک نکرده بودند گفتند: ای رسول خدا، ما چنین چیز را از خداوند آرزو می کردیم، آیا از آن دست بکشیم؟ سوگند به خدا که ما می براییم و با آنها می جنگیم. حمزه رضی الله عنه نیز آمد و گفت: ای پیامبر خدا، می براییم و با شمشیرهایمان آنها را می کشیم. بسیاری ها خواستند که به جنگ بروند. پیامبر صلی الله علیه و سلم فکر آنها را قبول کرد. نماز جمعه را با آنها خواند. آنها را موعظه می گفت و آنها را به جهاد تشویق می کرد. در نماز عصر همه مجاهدان جمع شدند، برای جنگ آماده بودند. پیامبر صلی الله علیه و سلم به خانه اش درآمد، خود را آماده می کرد، زیره‌اش را پوشید. وقتی که از خانه اش برآمد، انصاری ها آمدند، عذر خواستند و گفتند که آنها به فکر پیامبر صلی الله علیه و سلم که گفته بود در مدینه بمانیم راضی‌اند. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت: هیچ پیامبری نیست که زیره‌اش را بپوشد و او را دوباره برآورد تا اینکه خداوند حکم کند. سپس لشکر را سه تقسیم کرد. مهاجران را پرچمش در دست مصعب ابن عمیر بود، پرچم اوس باشد در دست اسید ابن خزیر و پرچم خزرج در دست خباب ابن منذیر. همین طور لشکر مسلمانان به راه برآمد و تنها مقصدشان رضای الله ذوالجلال بود. لشکر اسلام حرکت میکرد. حدود 1000 نفر جمع شده بود. در این دفعه سلاح و لوازمات جنگیشان بیشتر بود. در این وقت دو جوان خردسال آمدند تا پیامبر صلی الله علیه و سلم به آنها اجازه جهاد دهد، اما پیامبر صلی الله علیه و سلم آنها را اجازه نداد، زیرا خردسال بودند. نام یکی از آنها رافع بود. گفت: ای پیامبر خدا، من تیرانداز ماهرم، می توانم که با یک تیر هدفم را از پای افشانم. اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم از او امتحان گرفت و دید که او در حقیقت تیرانداز ماهر است. جوان دیگری که نامش سموره بود آمد و گفت: ای پیامبر خدا، من نیز میخواهم به جنگ بروم. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت: او تیرانداز خوب بود. سموره گفت: من از او دیده خوبترم. پیامبر صلی الله علیه و سلم از او نیز امتحان گرفت و دید که او نیز در حقیقت تیرانداز خوب است. سپس آنها را اجازه جهاد داد. هر دوی آنها خردسالترین مجاهدان بودند که پیامبر صلی الله علیه و سلم به آنها اجازه جهاد را داد. لشکر اسلام عبارت از 1000 جنگجو به راه برآمد. در راه با گروه مسلح واخوردند که آنها می‌خواستند با لشکر اسلام همراه شوند. پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسید: آنها کیستند؟ اصحاب گفتند که آنها یهودیانند، از همپیمانان خزرج، میخواهند با مشرکان بجنگند. پیامبر صلی الله علیه و سلم به اصحابش گفت: آیا آنها اسلام را پذیرفتند؟ اصحاب گفتند: نه ای رسول خدا. گفت: خداوند به آنها محتاج نیست، ما از غیر مسلمان کمک نمیخواهیم تا اینکه مسلمان شوند. سپس اصحاب از آنها دوری جستند. پیامبر صلی الله علیه و سلم یک گروه مؤمن و خالص را می‌خواست. تنها چنین اشخاص می‌توانند که همراه او بجنگند. آنها راه رفتن را ادامه دادند و به لشکر مکه نزدیک شدند. در راه عبدالله ابن ابی ابن سلول سردار منافقان شروع کرد به تفریقه انداختن بین مسلمانان. کوشش کرد تا اصحابش را برای بازگشت قانع کند. او به پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت: من باز میگردم و هر کی میخواهد با من باز میگردد. اینجا از 3 قسم لشکر تصمیم گرفتند که باز بگردند. 300 جنگجوی با سرداری عبدالله ابن ابی ابن سلول از راه بازگشتند. این خصلت منافقان است. حتی 2 گروه دیگر نیز از انصاری ها خواستند که باز بگردند، گروه از اوس و گروه از خزرج. وقتی که این حالت را دیدند، قریب بود که با منافقان برگردند اگر خداوند آنها را در دین ثابت نمی کرد. خداوند می گوید: آنگاه 2 گروه از شما خواستند که بزدلی کنند و حال آن که خدا کارساز آنها بود و مؤمنان باید که بر خدا توکل کنند. در لشکر اسلام که از 1000 کس عبارت بود، همگی 700 نفر ماند. این کاری بسیار بد است، ولی با وجود این مسلمانان راه را ادامه می دادند. آنها به نزد یک دیوار رسیدند که آن از یکی از یهودیان بود. لشکر 2 تقسیم شده بود.
لشکر منافقان برمیگشتند و لشکر اسلام راه را دوام میدادند. وقتا به نزد آن دیوار رسیدند، آن منافق به آنها خاک میپاشید و میگفت: من راضی نیستم که شما از اینجا بگذرید. منافقان سر برداشته بودند. در این حال اصحاب گفتند: ای رسول خدا، اجازه میدهی که گردنش را بزنیم؟ گفت: او را به حالش گذارید، زیرا او را هم قلب و هم چشمانش کور است. اما عبدالله ابن حرام باشد و منافقان نزدیک شده گفت: ای مردم، چی کار میکنید شما؟ برگردید، در راه خدا بجنگید و یا حداقل از ما محافظت کنید. عبدالله ابن ابی ابن سلول به عبدالله ابن حرام گفت: اگر ما جنگیده می توانستیم با شما می ماندیم، لیکن نمیدانیم که جنگ چیست. وقتا که او مرگ را با چشمانش دید، بهانه ای را پیش آورد تا اینکه از جنگ فرار کند. خداوند میگوید: و آنان را معلوم سازد که منافق شدند و به آنها گفته شد: بیایید در راه خدا بجنگید یا دفاع کنید. گفتند: اگر جنگ کردن میدانستیم همانا به شما پیروی میکردیم. آن روز این گروه به کفر نزدیکتر بودند از آن که به ایمان. بعد از این لشکر اسلام خالص شد. منافقان به کلی بازگشتند. 700 جنگجوی باقی ماند. آنها راه می رفتند. وقتا به منطقه در نزد کوه احد رسیدند، پیامبر صلی الله علیه و سلم آنجا لشکر را آماده کرد. 50 تیرانداز را در کوه گذاشت که سردارشان عبدالله ابن جبیر بود و آنها گفت: از جایتان نجنبید، این مکان را هرگز ترک نکنید در کدام حالی که نباشد. اگر دیدید که پرندگان ما را میخورند، یعنی ما را بکشند، ولی شما این مکان را ترک نکنید. و در عکس حال نیز اگر بینید که ما پیروز شویم و غنیمت جمع داریم، در این حال نیز شما این مکان را ترک نکنید. پیامبر صلی الله علیه و سلم آنها را تأکید میکرد که این کوه را به هیچ وجه ترک نکنند، زیرا آن در پشت لشکر مسلمانان قرار داشت و سپر برای مسلمانان بود. سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم لشکر را تقسیم کرد. گروه را به طرف راست گذاشت که سردارشان منذر ابن عمرو بود و از طرف چپ گروه را گذاشت که سردارشان زبیر ابن عوام بود و شجاعترین سربازان را در صف پیش گذاشت تا اینکه مسلمانان را حمایت کنند. یک مرد از مسلمانان برابر 1000 مرد مشرک بود. شماره‌شان نسبت مشرکان اندک بود. اسلحه خوبی هم نداشتند، لیکن ایمان آنها خیلی هم قوی بود. همین طور پیامبر صلی الله علیه و سلم لشکرش را برای جنگ با مشرکان آماده کرد. پیش از آغاز جنگ پیامبر صلی الله علیه و سلم اصحابش را برای جنگ تشویق میکرد. شمشیر برانش را برآورد و به اصحابش گفت که این شمشیر را میگیرد. همگی گفتند: ما میگیریم. سپس گفت که حق این شمشیر را میدهد. اصحاب برگشتند و تنها صحابگان کبار و قهرمانان ماندند، مثل علی، عمیر، زبیر و دیگران. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که حق این شمشیر را میدهد. ابو دجانه گفت: ای پیامبر خدا، حق این شمشیر چیست؟ گفت: حقش این است که به این شمشیر بر روی دشمن بزنی تا اینکه این شمشیر کج گردد. ابو دجانه گفت: من میگیرم این را ای رسول خدا. پیامبر صلی الله علیه و سلم شمشیرش را به ابو دجانه داد و به نوگش لته پاره سرخ را بست. او در میان لشکر با افتخار راه می رفت. در دستش شمشیر پیامبر خدا بود. وقتا پیامبر صلی الله علیه و سلم او را دید، گفت: او یکی از پیش صفان است که خداوند او را برای چنین مکانها فرستاده است. اما طرف مقابل دشمنان باشند، آنها نیز تیاری می دیدند. ابو سفیان ابن حرب سرلشکر آنها بود. او از سمت راست خالد ابن ولید را گذاشت و از سمت چپ اکرمه ابن ابو جهل را و به پیاده‌گردان صفوان ابن امیه را سردار گذاشت. لشکرش را آماده می کرد و برای هر سرلشکر پرچمی می داد. سپس ابو سفیان خواست که بین صفهای مسلمانان جدایی اندازد. به نزد انصاری ها آمده گفت: ای مردم، ما را با فرزندان عمک‌هایمان تنها گذارید. ما شما را نمی خواهیم. آنها می‌خواستند که بین مسلمانان جدایی اندازند. انصاری ها به او جواب دادند که او خاموش ماند. ابو عامر فاسق که از اوسی ها بود خیست، در صف مشرکان بود. به نزد قومش آمده گفت: ای جماعه اوس، من ابو عامر هستم.
برگردید. پیش از این او را اطاعت میکردند. گفتند خداوند تو را خوار کند ای فاسق. او نیز خاموش ماند. به هر راه و واسطه‌ای می‌خواستند که بین مسلمانان جدایی اندازند، لشکر مسلمانان را پراکنده کنند، ولیکن نمی‌توانستند. لشکر مشرکان عبارت از 3000 جنگجوی آماده گشت. جنگ نزدیک شد. به زودی جنگ شروع می‌گردد. هر دوی گروه می‌خواهند که پیروز شوند، ولیکن خداوند همراه مؤمنان است. در منطقه با نام احد دو لشکر به هم آمدند. هر یکی از آنها به هم دیگر می نگریست. 3000 جنگجوی از لشکر مشرکان در مقابل 700 نفر از مؤمنان. مؤمنان در راه خدا می جنگیدند، مشرکان باشند در راه طاغوت. جنگ شروع شد. از میان لشکر مشرکان یک جنگجوی به پیش برآمد. او را طلحه ابن ابو طلحه می نامیدند. او جنگجوی قوی و شجاعی بود. او را همه می شناختند. سپس مؤمنان را صدا کرد. آیا کسی هست که با من مبارزه کند؟ زبیر ابن عوام به او جواب داد: من با تو می جنگم ای دشمن خدا. آنها با هم می جنگیدند. یک جنگ سخت و پرشدت میان آنها گذشت. با کمک خداوند زبیر رضی الله عنه او را به زمین افکندید. سپس با شمشیرش او را کشت. پیامبر صلی الله علیه و سلم تکبیر گفتند. صحابگان نیز صدای تکبیر را بلند کردند. الله اکبر، الله اکبر. سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: هر پیامبر حواری دارد و حواری من زبیر ابن عوام است. بعد از این مؤمنان روح بلند شده به هجوم گذشتند. شعارشان ندای الله اکبر بود. آن روز روزی بود که لشکر مؤمنان با لشکر مشرکان روبرو شدند. اینجا پرچم بردار مشرکان به زمین افکندیده شد. هرگاه کسی می‌خواست که پرچم کفر را بالا بردارد کشته می‌شد. یکی را پی دیگری به زمین می‌افکندیدند. همین طور از سبب برداشتن پرچم از یک خانه 6 نفر کشته شد. سپس این پرچم را از بنی عبدالدار به دست گرفتند. آنها نیز کشته شدند. مؤمنان آنچنان مبارزه می بردند که همتا نداشتند. پروای از غم دنیا در آنها نبود. خداوند می گوید: به درستی که خدا از مؤمنان به عوض آن که بهشت آنها را باشد جانهایشان و مالهایشان را خریده است. در راه خدا جنگ می کنند، پس می کشند و کشته می شوند. اما ابو دجانه که شمشیر پیامبر صلی الله علیه و سلم را گرفته به سر خود لطه‌پاره سرخ را بسته بود، با شدت می جنگید. اصحاب می گویند: ما مبارزه ابو دجانه را دیده یقین کردیم که او در حقیقت مستحق این شمشیر است. یکی را می زد، دیگری را می کشت و به سوی دیگری می شتافت. ابو دجانه خود می گوید: اسب سواری را دیدم که از زنهای مشرکان محافظت می کرد. به سوی او رفتم، در روبرویش ایستاده شمشیرم را برویش کشیدم. ناگه فریاد زد. وقتا رویش را کشادم دیدم که او زنی است. او هند دختر عتبه بود. من به شمشیر پیامبر خدا احترام گذاشته او را نکشتم. با وجود آن که او مبارزه می برد ولی او را ترک کردم و از آن جای رفتم. زبیر می گوید: من از خویشاوندان رسول خدا بودم، لیکن شمشیر را به من نداد، آن را به ابو دجانه داد. وقتا که من او را دیدم دانستم که او در حقیقت سزاوار این شمشیر است. مؤمنان از خود قهرمانی ها نشان می دادند. مثل شیری در ران در حال هجوم بودند. فرقی نداشت که در مقابلشان کی ایستاده است. هر اسب سواره، هر لشکر از مشرکان که با آنها روبرو می شد حتما او را به جهنم می فرستادند. یکی از آنها شیر خدا و رسول حمزه ابن عبدالمطلب بود که در راه خدا می جنگید. در این جنگ هر مسلمان را می بایست که با 4 تن از مشرکان بجنگد. آنها ترسی نداشتند، نگران هم نبودند، چون که عقیده صالح و ایمان قویشان آنها را ثابت و استوار نگاه می داشت. آنها در راه خدا می جنگیدند، خون دشمن را می ریختند، خون مشرکان ریخته می شد، جراحت ها می برداشتند. اینجا قوه ایمان بالا بود گرفت. بندگان صالح خدا با دوستان شیطان می جنگیدند. اینجا حمزه ابن عبدالمطلب مثل شیر در حال هجوم بود. یکی از مشرکان همیشه او را تعقیب می کرد. او برای جنگیدن نآمده بود. مقصدش تنها کشتن حمزه بود.
نامش وحشی ابن حرب. او یکی از غلامان بود. در عوض کشتن حمزه آزادی را برایش وعده داده بودند. او از حبشه آمده بود و بسیار هم تیرانداز خوب بود. وحشی خود میگوید: سلاحم را آماده کردم، جویای فرصتی بودم تا اینکه حمزه را به قتل رسانم. وقتا که او را دیدم مثل شیر درانه در حال مبارزه بود. هر مشرکی که با او روبرو میگشت حتما به جهنم فرستاده میشد. من باشم پشت سنگ و درختان خود را پنهان میکردم، منتظر فرصت بودم تا آنکه آن فرصت فرا رسید. سپس سلاحم را گرفته به سوی او حواله دادم و آن راست به شکم حمزه رسید. او میخواست به من نزدیک شود اما نتوانست. او به زمین افتاد. وقتا یقین کردم که او مرده است سلاحم را گرفتم و میدان جنگ را ترک کردم. مقصدم تنها کشتن حمزه بود. سپس خبری کشته شدن شیر خدا و پیامبر بین مسلمانان پهن شد. لیکن با وجود این آنها مبارزه را دوام می‌دادند، زیرا آنها به خاطر حمزه نه بلکه به خاطر الله ذوالجلال می جنگیدند. ابوبکر، عمر، علی، سعد، طلحه، زبیر، مصعب و دیگران همگی مثل شیر می جنگیدند. آنها بجز خدا از کسی ترس نداشتند. آنها مرگ را می جستند ولیکن مرگ از آنها فرار می کرد. آنها قهرمانان خدای رحمان بودند. از جمله آنها جوان با نام حنظله که شب عروسیش بود، وقتا که ندای جنگ را شنید که می گفت: ای اسب سواران خدا، به اسبهایتان سوار شوید. او شتابان به سوی جنگ شتافت، حتی که او از جنابت غسل نکرده بود. صفها را می شکست تا اینکه به ابو سفیان نزدیک شد. ابو سفیان سرلشکر مشرکان. حنظله شتابان به سویش رفت، شمشیرش را برداشت تا اینکه او را بکشد، ولی از پشت به او ضربه زدند و او آنجا جام شهادت را چشید. پیامبر صلی الله علیه و سلم او را بین آسمان و زمین دید که ملائک او را آبازی می درارند. بعد از این او را حنظله غسیل یعنی آبازی داده شده می نامیدند. در این نبرد خونهای مشرکان جاری می شد. مؤمنان آنها را یکی پی دیگری می کشتند. اینجا پرچم مشرکان به زمین افتاد. کسی نبود که آن را بردارد. خالد ابن ولید میخواست که صفها را شکند لیکن نمیتوانست، چون که آن تیراندازان از پشت مسلمانان را محافظت میکردند. اینجا مشرکان پا به فرار گذاشتند، سلاحهایشان را به زمین پرتافتند. مسلمانان باشند آنها را همچون غنیمت‌های جنگی میگرفتند. این حالت را آن تیراندازانی در کوه ایستاده دیدند. آنها نیز شتابان برای به دست آوردن غنیمت کوه را ترک کردند. آنها را سردارشان عبدالله ابن جبیر می گفت: ای مردم، به کجا می روید؟ مکان خود را ترک نکنید. سخن پیامبر را به یاد آرید. لیکن همه آنها فرآمدند مگر اندکی که همراه عبدالله ماندند. این حالت را خالد ابن ولید دید. او با گروه خود که همه اسب سواران بودند از پشت به مسلمانان هجوم کردند. همه آنهایی را که همراه عبدالله ابن جبیر بودند به قتل رسانیدند. خداوند میگوید: تا وقتی که بزدلی کردید و در کار خیش نزاع کردید و نافرمانی نمودید، بعد آن که به شما آنچه را که میخواستید نمایان کرد، از شما کسی بود که دنیا را میخواست و از شما کسی بود که آخرت را میخواست. یعنی بعضیها برای به دست آوردن مال دنیا جای خود را ترک نمودند و فرآمدند و بعضی دیگر ثابت و استوار ماندند و جام شهادت را چشیدند. خالد ابن ولید این فرصت را غنیمت دانست و از پشت هجوم کرد. مسلمانان سلاحهایشان را گذاشته بودند، در حال جمع آوری غنیمت ها بودند. همگی یقین داشتند که غالب شده اند. اما ناگهان خالد ابن ولید از پشت صف آنها را شکسته وارد میدان گشت. پیامبر صلی الله علیه و سلم همراه چند از صحابگان بود، ولی بیشتری آنها از او دور بودند. پیامبر صلی الله علیه و سلم پی بردند که مشرکان در حالت غفلت مسلمانان صفهای آنها را شکستند. اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم از دور صحابگانش را صدا کرد: ای بندگان خدا، ای بندگان خدا، به سوی من بیایید. خالد ابن ولید این صدا را شنید. او با همراهی دیگر مشرکان شتابان به سوی پیامبر صلی الله علیه و سلم آمدند. همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم 7 مرد از انصاری ها و 2 مرد دیگر از مهاجران بودند.
وقتا مشرکان نزدیک شدند، پیامبر صلی الله علیه و سلم به آنها گفت: هر کسی که آنها را از ما دور کند پاداشش جنت است. هر کسی که آنها را از ما دور کند رفیق من در جنت است. اینجا یکی از انصاری ها خیست تا آنها را دور کند، اما او کشته شد. سپس دیگری خیست تا آنها را دور سازد، او نیز شهید شد. همین طور آن 7 انصاری جام شهادت را چشیدند. پیامبر صلی الله علیه و سلم را از سمت راستش سعد ابن ابی وقاص و از سمت چپش طلحه ابن عبیدالله بود. اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم تیرها را به سوی سعد ابن ابی وقاص می پرتافت و می گفت: تیراندازی کن، تیراندازی کن ای سعد، پدر و مادرم فدایت. پیامبر صلی الله علیه و سلم تنها به سعد ابن ابی وقاص گفته بود که پدر و مادرم فدایت. اینجا مشرکان به پیامبر صلی الله علیه و سلم نزدیک شدند، سنگها را می پرتافتند، با نیزه و تیرها می زدند تا اینکه چهره مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم جراحت برداشت. خون در بدنش جاری می شد و دندان مبارکشان شکست. یکی از مشرکان با نام ابن قمیعه با اسبش به پیامبر صلی الله علیه و سلم نزدیک شد. سپس یک ضربه به سپر پیامبر صلی الله علیه و سلم زد و 2 حلقه از آن سپر به پیامبر صلی الله علیه و سلم حسابت کرد. در این حال پیامبر صلی الله علیه و سلم به او نگاه کرد و گفت: خدا خارت کند، خدا خارت کند. سپس با دستانش خون را از چهره مبارک پاک میکرد. سپس به سوی قومش ندا کرد و گفت: این قوم چگونه نجات مییابند؟ این قوم چگونه نجات مییابند در حالی که روی پیامبرشان را زخمدار کردند؟ در این حال خداوند این آیه را نازل کرد: چیزی از این کار به دست تو نیست، یا به آنها به مهربانی بازگردد یا آنها را عذاب کند، زیرا که آنها ستمگرانند. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: خداوند قوم مرا ببخش، زیرا آنها نمیدانند. قریب بود که آنها به پیامبر صلی الله علیه و سلم برسند، ولی پیش از آنها گروه دیگری از انصاری ها به آن جای رسیدند. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که آنها را از ما دور می کند. طلحه گفت: من آنها را دور می سازم. اما پیامبر صلی الله علیه و سلم به او اجازه نداد. اینجا باز یکی از انصاری ها خیست تا آنها را دور سازد، اما او شهید شد و همین طور آن 10 نفر از انصاری ها شهید شدند. تنها طلحه ماند. گفت: من می برایم ای رسول خدا. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: اکنون برو ای طلحه. اینجا طلحه مشرکان را از پیامبر صلی الله علیه و سلم دور می کرد. یکی را می زد، دیگری را باز می داشت. او با شدت مبارزه می برد تا اینکه انگشتانش را از دست داد. در این حال او نالیش کرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت: اگر بسم الله می گفتی ملائک تو را می برداشتند و همه این حالت را می دیدند. خداوند می گوید: از مؤمنان مردانی هستند که آنچه را با خدا بر آن پیمان بسته بودند راست کردند. پس از آنها کسی هست که قرارداد خود را به انجام رسانید و از آنها کسی هست که انتظاری می کشد و به هیچ وجه پیمان خود را تبدیل نکرده است. طلحه را دستش در این جنگ از کار ماند. بدنش زیاده از 30 جراحت برداشت، لیکن صبر می کرد و مبارزه را دوام می داد. صحابگان از این حمله ناگهانی خالد خود را گم کرده بودند. اسب سواران مشرک همه به سوی پیامبر صلی الله علیه و سلم می شتافتند. صفها آمیخته شده بود. کسی نمی دانست که با کی می جنگد، دوست کی هست و دشمن کی. اینجا مشرکان مسلمانان را می کشتند و قریب بود که به پیامبر صلی الله علیه و سلم برسند. اگر که گروه دیگری از صحابگان از پیامبر صلی الله علیه و سلم جنگ در اطراف پیامبر صلی الله علیه و سلم شدت گرفت. هر یک از مشرکان می‌خواستند که به او نزدیک شوند تا او را بکشند، زیرا آنها می‌دانستند که کشتن پیامبر صلی الله علیه و سلم چه معنایی دارد. در اطراف پیامبر صلی الله علیه و سلم یک گروه از مؤمنان بودند که او را محافظت می‌کردند. آنها آن مکان را ترک کردند. هنگامی رفتن پیامبر صلی الله علیه و سلم ناگه در چقوری افتاد. اینجا علی رضی الله عنه او را از دستش گرفته برآورد. طلحه باشد او را سپر بود و خون از پیامبر صلی الله علیه و سلم جاری می شد. او را در این حال ابو عبیده ابن جراح دید. آن 2 حلقه‌ای که در چهره پیامبر صلی الله علیه و سلم در آمده بود
با دندانهایش کشیده برآورد، حتی که بعضی از دندانهایش به زمین افتادند و او تا آخری حیاتش فخر میکرد که با دندانهایش آن حلقه ها را از چهره مبارک رسول الله برآورده است. اصحاب در اطراف پیامبر صلی الله علیه و سلم جمع شدند. ابو طلحه تیرانداز ماهری بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم به او تیرها را میداد تا اینکه تیراندازی کند. پیامبر صلی الله علیه و سلم سرش را بالا برداشت تا ببیند که ابو طلحه چی کار میکند. او سینه و گردن خود را در پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم میگذاشت و میگفت مرا بکشند، اما تو را نه ای رسول خدا، سرت را نبردار تا اینکه این قوم به تو ضرری نرسانند. ابو دجانه از دور دید که تیرها به سر پیامبر صلی الله علیه و سلم میبارد. شتابان آنجا آمد و جسمش را برای پیامبر صلی الله علیه و سلم سپر کرد. تیرها به جسم ابو دجانه میریخت، اما او از جایش نمی جنبید. همه این جان فدایی ها از برای محبت پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. حتی زن با نام ایماره وقتا که این منظره را دید، او نیز در مقابل مشرکان ایستاده با آنها جنگید. اما مصعب ابن عمیر باشد پرچم بردار مسلمانان بود. مشرکان او را تیرباران کردند، حتی که زیاده از 80 تیر به او رسید. دستی راستش را بریدند. پرچم را باشد با دست چپش نگاه می داشت. سپس دستی چپش را بریدند. او پرچم را با بازوانش نگاه داشت. کی بود این جوان؟ او جوانی بود در نوش و نعمت، اما اکنون چی؟ جسمش پاره پاره می شود به خاطر پیامبر خدا. به خاطر این دین جانش را فدا کرد. خداوند می گوید پس آنها به سبب مصیبتی که در راه خدا به آنها رسید سست نشدند و ناتوانی نکردند و بیچارگی ننمودند و خدا صابران را دوست می دارد. هر یکی از آنها می دانستند که می میرند، چاره جز این نیست، اما باز می جنگیدند. مسلمانان در اطراف پیامبر صلی الله علیه و سلم جمع شدند. صفها با هم آمیخته گشت. نمی دانستند که با کی می جنگند. در این حال حذیفه ابن یمانی از دور دید که پدرش را مسلمانان گرد کردند. حذیفه گفت او پدری من است، لیکن او پدرش را دوباره دریاب نکرد. مسلمانان گمان کردند که او مشرک است، او را کشتند. حذیفه گفت خداوند شما را بیامرزد، او پدری من بود. حتی که بعضی مسلمانان از دست خود کشته شدند، چون که صفها آمیخته شده بود. نمی دانستند که دوست کجا و دشمن کجاست. حتی خبر نداشتند که پیامبر صلی الله علیه و سلم در کجاست. بعضی آنها او را محافظت میکردند، اما بسیاری از آنها نمی دانستند. اینجا شیطان میان آنها فریاد زد محمد کشته شد، محمد کشته شد. و ابن قمیعه که مصعب را کشته بود گمان کرد که او محمد را کشته است. سپس فریاد زد محمد را کشتم، من محمد را کشتم. اینجا دل سردی مسلمانان را فرا گرفت. آنها ناامید شدند و این خبر به تمام مسلمانان رسید. پیامبر خدا کشته شد. بعضی از آنها نشسته گریه می کردند، بعضی اشان آن جای را ترک کردند، زیرا حبیبشان کشته شد. اینجا انس ابن نضر دید که مسلمانان عقب نشینی می کنند و آنها گفت چی کار می کنید؟ گفتند پیامبر وفات کرد. گفت زندگی بی پیامبر را چی کار می کنید؟ سپس شمشیرش را گرفته به سوی مشرکان رفت. سعد ابن معاذ را دید و گفت چرا نشسته ای سعد؟ او گفت پیامبر صلی الله علیه و سلم کشته شد. گفت حیات بی پیامبر به ما چی لازم؟ ای سعد، بوی جنت به مشامم می رسد، آن را می بویم، آن از سوی احد می آید. سپس شمشیرش را برداشته و مشرکان حمله کرد. او جراحت ها می برداشت، اما توقف نمی کرد تا اینکه به زمین افتاد. چه خوش است جنت و نزدیک شدن به آن، چه خوب نشاکی های خوش و خنک دارد. اصحاب با پیامبر صلی الله علیه و سلم برای چنین روزها بیعت کرده بودند، برای جنگیدن در راه خدا. یکی از انصاری ها که در حالت جنگیدن بود گفت اگر پیامبر خدا کشته شده باشد پس به تحقیق او رسالتش را رسانید، برخیزید و برای آنچه او آمده بود جان دهید. یکی از مشرکان که ابی ابن خلف بود دانست که پیامبر صلی الله علیه و سلم نمرده است. او به آن گروه که از پیامبر صلی الله علیه و سلم محافظت می‌کردند رسید. گفت کجاست محمد؟ من آرام نمیگیرم اگر که اون نجات یابد. او میدانست که پیامبر صلی الله علیه و سلم جراحت برداشته است. اصحاب گفتند که او را میکشیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت نه،
او خود تیری را گرفت، به نزد او رفت و آن تیر را به سوی او هوا داد. آن تیر به گردنش رسید. سپس او به نزد قومش برگشت و گفت: محمد مرا کشت، محمد مرا کشت، و بعد از چند ساعت وفات کرد. وقتا که جنگ خاموش شد و هر گروه به نزد قوم خود برمیگشت، بعضی مسلمانان به سوی کوهها پناه می بردند و بعضی دیگر در نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم بودند. اینجا مشرکان جسمهای بیجان مسلمانان را پاره پاره می کردند، حتی که هند بنت عتبه به نزد جسد حمزه ابن عبدالمطلب آمد، جگرش را برآورد و گوش و بینیش را برید. این همه به خاطر بدبینی پیامبر صلی الله علیه و سلم و اسلام و مسلمین بود. مسلمانان پیامبر صلی الله علیه و سلم را گرد کردند، او را از مشرکان محافظت می کردند. مشرکان گمان کردند که محمد را کشته اند و پیروز شده اند. اما پیامبر صلی الله علیه و سلم در میان اصحابش بود. همراهش علی رضی الله عنه بود که آب را بر رویش می‌ریخت. فاطمه رضی الله عنها باشد خون را از چهره اش تازه می‌کرد. فاطمه دید که خون زیاد رفته ایستاده است، پارچه از متاع را گرفته سوزانید، سپس آن را به جراحت پیامبر صلی الله علیه و سلم گذاشت و همین طور خون از جاری شدن باز ماند. اما ابو سفیان باشد خواست که یقین کند آیا محمد زنده است یا نه. او به نزد مسلمانان آمد و پرسید: آیا محمد در میان شماست؟ کسی به او جواب نداد. باز پرسید: آیا میان شما ابوبکر هست؟ این نوبت نیز کسی به او جواب نداد. سپس گفت: آیا عمر میان شماست؟ عمر رضی الله از جایش خیست و به آن سرلشکری مشرکان گفت: بیشک خداوند آن کسانی را که به تو ضرر میرسانند زنده نگاه داشته است ای ابو سفیان. سپس او با یک کبر و غرور گفت: اعلو هبل، یعنی هبل بالا شد. اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم به اصحابش گفت: آیا جوابش را نمیدهید؟ گفتند: چی بگوییم؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت: الله اعلا و عجل، یعنی خداوند بالاتر است. بعد شنیدن این ابو سفیان گفت: پیروزی از آن ماست نه از آن شما. باز پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت: جوابش را دهید. اصحاب گفتند: الله مولانا ولا مولا لکم، در حالی که شما اوضاع داشته باشید خداوند ما پروردگار عالمیان است. سپس ابو سفیان گفت: امروز قصاص روز بدر است، برابر شدیم ما. عمر رضی الله عنه به او گفت: ما برابر نیستیم، کشته شدگان ما در جنتند و از شما باشد در جهنم، هیچ برابری میان ما نیست. سپس ابو سفیان از عمر خواست تا به نزدش برآید. پیامبر صلی الله علیه و سلم به عمر گفت: برو ای عمر. سپس ابو سفیان از عمر پرسید: خدا تو را نگه بدارد، بگو آیا محمد زنده است؟ گفت: آره و او تو را می شنود. سپس ابو سفیان به عمر گفت: از ابن قمیعه دیده تو نزد من راستگوی تر هستی، یعنی از آن مردی مشرکه که آوازه کشتن پیامبر صلی الله علیه و سلم را بالا برداشته بود. ابو سفیان گفت: موعد آینده ما در سال آینده در منطقه بدر است. پیامبر صلی الله علیه و سلم به اصحابش گفت: بگویید آره، این بین ما و شماست. جنگ احد تمام نشده است، در سال آینده موعدی گذاشتند. سپس هر یک به خیمگاه خود بازگشتند. سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم اصحابش را روان کرد تا ببینند کی از میان آنها وفات کرده است. خلاصه 70 نفر از مسلمانان جام شهادت را چشیدند. پیامبر صلی الله علیه و سلم آنها را روان کرد تا سعد ابن ربیعه را جویا شوند. گفت: او را دیدید و او سلام مرا رسانید و به او بگویید که خودش را چگونه احساس می کند. وقتا او را دیدند که نفسهای آخری حیاتش را می کشد و او گفتند: ای سعد، پیامبر به تو سلام می دهد و از تو حالت را می پرسد. گفت: سلام مرا به او رسانید و بگویید که من بوی جنت را می بویم. سپس به سوی قومم بروید و به آنها بگویید: هیچ خیری در شما نیست اگر پیامبر صلی الله علیه و سلم آزار یابد. سپس جام شهادت را چشید. خداوند میگوید: از مؤمنان مردانی هستند که آنچه را با خدا بر آن عهد بسته بودند راست کردند. پس از آنها کسی هست که قرارداد خود را به انجام رسانید و از آنها کسی هست که انتظاری میکشد و به هیچ وجه عهد خود را به تبدیل کردن تبدیل نکرده است.
مردی را با نام اسیر یافتند و او نگاه کردند که لحظه های آخری حیاتش بود. او مردی بود که تا امروز او را دعوت می کردند، اما او ایمان نمی آورد. و او گفتند آیا نمی خواهی مسلمان شوی؟ گفت به خدا سوگند که می خواهم. به خدا و رسولش ایمان آوردم. سپس وفات کرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت او در جنت است. هیچ نماز نخوانده بود، باری هم قرآن را نخوانده بود، ولیکن در آخر حیاتش ایمان آورد و داخل جنت شد. سپس یهودی را با نام محیرقه دیدند. وقتا که او جنگ را دید به قوم یهود گفت شما می دانید که پیروزی از آن محمد است، باید به او کمک کنید. سلاحش را گرفت و او گفتند ای محیرق امروز روز شنبه است. او گفت به من شنبه در کار نیست، اگر من وفات کردم مالم از محمد است. سپس او به جنگ آمد. وقتا که او وفات کرد پیامبر صلی الله علیه و سلم او را دید و گفت محیرق بهترین یهودی است. سپس به نزد حمزه رضی الله عنه آمد. با دیدن او از چشمان مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم اشک جاری شد. جسم حمزه را پاره پاره کرده بودند، گوش و بینیش را بریده بودند، حتی که روده هایش را برآوردند. در این حال پیامبر صلی الله علیه و سلم اشک می ریزاند و می گفت تا امروز هیچ مصیبتی چون این مصیبت به من نرسیده است. سپس گفت سوگند به خدا در عوض این 30 نفر آنها را به این حال می آرم. اینجا خداوند این آیه را نازل کرد و اگر عقوبت کنید پس به مثل آنچه با شما معامله کرده شد عقوبت کنید و اگر صبر کنید همان آن صبر برای صابران بهتر است. سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت صبر میکنم و این کار را به خداوند ذوالجلال سپرد. در این حال صفیه آمد، خواهر حمزه عمه پیامبر صلی الله علیه و سلم، برادرش را می جست. پیامبر صلی الله علیه و سلم به پسر او زبیر ابن عوام گفت مادرت را نگذار که او را ببیند. گفت ای مادر به او نگاه نکن، او را پاره پاره کرده اند. صفیه گفت صبر میکنم. وقتا که او را دید صبر کرد و اجر آن صبر را از خداوند ذوالجلال انتظار شد. برای کشته شدگانشان حتی که کفنی نمی یافتند، حتی که چیزی نمی یافتند تا مصعب ابن عمیر را کفن کنند. اگر کرته اش را به سرش می پوشانیدند پایهایش نمایان می شد و اگر پایهایش را می پوشانیدند سرش نمایان می گشت. این همان مصعبی هست که در نوش و نعمت زندگی می کرد. خداوند در این لحظه ها این آیه را نازل کرد و کسانی را که در راه خدا کشته شدند هرگز مرده گمان مکن، بلکه زنده اند، نزد پروردگارشان روزی داده می شوند. صحابگان غمگین شده بودند. پیامبر صلی الله علیه و سلم به آنها خبر داد که آنها روز آخرت در حال زنده می شوند که پیامبر شاهد و گواهی آنهاست. جراحت‌هایشان نزد خدا پاکیزه است و آنها تا حال زنده اند، در نوش و نعمت‌های جنت سیر می کنند. اینجا صحابگان کم اطمینان شدند. آن رفیقانی که از دست دادند همگی شهید راه خدا شدند. هنگام دفن آنها چه لحظه های تلخی بود. 2-3 نفر را در یک قبر می گرانیدند و بعد بر آنها نماز خواندند. سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم آنها را ودا گفت. چه لحظه های دردناک و تلخی بود، لیکن خداوند خواست که درجه آنها را بلند بردارد و از میان آنها شهیدانی را انتخاب کند. برادران عزیز، این بود کم معلومات درباره جنگ احد که بین مسلمانان مدینه و مشرکان مکه برگزار گردید. اگر نوار به شما پسند آمده باشد پس لایک ماندن و آبونه شدن را فراموش نکنید. خیر تا ویدیوی نوبتی در پناه خدا باشید.